در وضعیت فعلی در مورد املاک شمال چه کار کنیم؟ خریدار شیم، فروشنده شیم یا اصلا هیچ کاری نکنیم؟ این چند روزی که به خصوص از آتش بس گذشته با همکارای شمال هم یه صحبتایی داشتم در این مورد و سعی کردم قیمت‌ها رو هم حداقل یه رصدی بکنم که بتونم تو این ویدیو اطلاعات بهتری بدم. همچنین از بقیه همکارای شمالم خواهش میکنم که تو کامنت‌ها نظرات خودشون رو حتما بنویسن. اولین موضوع اینه که اگه ملکی تو شمال داریم، الان که یه مقدار مشتری بیشتر شده، مشتری برای شما رد کنیم یا نه؟ اگه پول لازم هستید، اگه بدون نقدینگی میمونید، اگه برنامه خوبی دارید که پولش رو خرج بکنید، که خب انجام بدید. اما اگر برنامه خاصی ندارید و بدون پول هم نمیمونید، میشه ملک شمال رو نگه داشت. اولا که همین الان رو به افزایش قیمته، چون شمال بالاخره از تهران امن‌تره. و دومین موضوع همین هستش که اگر توافقی حاصل بشه، بالاخره شرایط پایدار بشه، شرایط باثبات بشه در کشور، ما منطقه شمالمون در خاورمیانه رقیب نداره و حتما ارزشمند خواهد بود، حتما مهاجرپذیر و توریست پذیر خواهد بود و در آینده بلند مدت پشیمون نمیشید که من ملک شمالمو نگه داشتم، بگید آخ عجب اشتباهی کردیم، کاش رد می‌کردیم. یعنی میخوام بگم آینده شمال از این 4-5 سال گذشته که واقعا وضع خوب نبوده بهتر خواهد بود. در مورد عزیزانی که میگن ما اونجا بخریم که مثلا امنیتش هم بهتره و به نظر رو به رشد یا نه، من مخالفتی ندارم. همونطوری که شما میفرمایین امنیتش هم بهتره، ملکم هنوز پیدا میشه، اون چنانی هم افزایش قیمت پیدا نکرده. اگه بازارشون خوب بمونه و مراجعه ها بره بالا، یواش یواش و فروشنده هم به قول املاکی‌ها سفت میکنن، قیمت رو افزایش میدن. الان وقت بدی نیست واسه خرید. ولی سوال جامع و کامل، کدوم ملکو بخریم؟ مثلا حاشیه تهران بخریم بهتره یا شمال بخریم؟ واقعا من در مورد جزئیات نمیتونم تو ویدیوها متاسفانه نظر دقیقی بدم. در مورد کلیات بعید میدونم که اگه کسی برای بلند مدت در شمال خرید کنه پشیمون بشه، ولی به شرط اینکه جای خوب و خوش‌فروش شمال بخرید، جایی نخرید که بعداً براش مشتری غیر از خودتون پیدا نشه. سعید زمانی هستم، کارشناس املاک.